با سلام خدمت شما. این بورد یک دستگاه دیجیتال گیرنده با مارک دنای هستش که اکثرا خرابیاشون تو قسمت سویچینگ و این خازن ها هستش. حالا من به صورت کلی مدار شرح بدم. این قسمت ورودیمون هست، قسمت گرم مدار. برق 220 میاد فیلتر، از فیلتر رد میشه میاد به یک عدد پل دیود، سپس به خازن، از خازن هم میره به آیسی سویچینگ، بعد از سویچینگ هم میاد به ترانس سویچینگ و این هم مدار فیدبک هستش که به این آیسی فرمان میده، اپتوکوپلر، و این هم TL431 هستش که ولتاژ رفرنس هستش و اون پایه که نزدیک ترانس هستش باید ولتاژ برابر 2.5 داشته باشه. حالا اگه این پایش رو بگیریم، اونطور که مشاهده میکنید تقریبا 2.5 هستش و این دیود بزرگ هم دیود شاتکی هستش. ولتاژ این هم باید 5 ولت باشه که مشاهده میکنید. خب الان ما 3 تا آیسی رگولاتور داریم، 1 2 3، که یکیش باید برای تولید این سی پی یو باشه، یکیش برای ایپرام و یکیش هم برای این تیونر باشه. حالا ولتاژ اینو میگیریم. ولتاژ این تقریبا 1.8 ولته که این میره به قسمت تیونر. ولتاژ این اون پایه‌ای که به سیم پیچ وصل شده، من تو رو بگیرم که بتونید مشاهده کنید. این هم 3.4 تقریبا. این هم میره به قسمت ایپرام هم این قسمت هستش و خروجی این هم باید تقریبا بشه 1.2 که همونطور که مشاهده میکنیم ما اینجا خروجی نداریم و قسمت تیونر هم ولتاژمون نمیره، برای همین این بورد روشن نمیشه. حالا بعد از تعویض این قطعه دستگاهمون روشن میشه. حالا همونطور که فیلم مشاهده میبینید این قسمت ایپرام هستش، این هم اون آیسی های سویچینگ هستش که این پایه باید 5 ولت باشه و روبروی این هم باید ولتاژ خروجی باشه. یعنی 3 و 3. ولی ما تو این قسمت ورودی داریم ولی خروجی نداریم و مشکل از همین قطعه هستش.